حمد و ستایش بر خداوند یکتا و درود و سلام بر پیامبر مصطفی. اما بعد السلام علیکم بینندگان ارجمند. چون ابلیس از روی کبر و خودپسندی نزد آدم علیه السلام سجده نکرد و در مقابل امر آفریدگاری یکتا سرکشی نمود، از وطن مقربان، از آن مقام و منزلتی بالا رانده شد. او چون رانده شد از خداوند مهلت پرسید. مهلت پرسی او را خداوند در سوره هجر نقل کرده فرموده است: قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون قال فانک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم. یعنی ابلیس گفت پروردگارا مرا تا روزی که مردم برانگیخته میشوند، یعنی تا روز قیامت مهلت ده. او تعالی به او گفت همانا تو از مهلت داده شدگانی تا روزی معینی معلوم. او تعالی طبق آن حکمتی که خود میداند به ابلیس مهلت داد. ابلیس چون مهلت گرفت مقصد بدش را آشکار نمود و گفت قال فبعزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. گفت قسم به عزت تو که همه آنها را، یعنی فرزندان و نسل آدم علیه السلام را گمراه می سازم مگر بندگان خالصی تو را. بله ابلیس با این همه گستاخی، با این همه بیرویی خالق یکتا را اطاعت نکرد و باز نزد پروردگار اعلام کرد که با آدمیان دشمن خواهد بود. تهدید کرده گفت همه بندگان را گمراه می سازم. ولی او این اعلانش را با استثناء گفت. او خود اعتراف کرد که عده‌ای از بندگان را گمراه کرده نمیتواند. آن عده که هستند؟ گفت الا عبادک منهم المخلصین، کسانی که بندگان خالصی خداوند باشند. در کلمه مخلصین دوستان گرامی دو طرز قرائت است. عده‌ای از قراء آن را مخلصین به فتح لام خواندند که به معنای بندگان خالص و خاص خداوند است. عده دیگری از قراء آن را مخلصین به کسر لام خواندند که به معنای اخلاص در عبادت است، یعنی بندگانی که عبادت‌هایشان را خالص به خاطر خدا انجام می‌دهند. ابلیس اعتراف کرده گفت که این نوع بندگان را به اغوا انداختن نمی‌توانند. این معنا یعنی اینکه اگر بنده به خداوند روی آرد و راه ایمان و تقوا را پیشه کند، شیطان به او تسلط ندارد و نمی‌تواند به او زیانی رساند، در قرآن به طور صریح آمده است. و تعالی در ادامه ابلیس را خطاب نموده فرموده است ان عبادی لیس لك علیهم سلطان الا من اتبعك من الغاوین. یعنی بیشک تو بر بندگان خالص من تسلطی نداری مگر بر شخصان گمراهی که تو را پیروی میکنند. یعنی تو ابلیس تنها کسانی را گمراه میسازی که آنها خود راه غوایت و غفلت را انتخاب کرده باشند. در نتیجه غفلت و دوری از خدا و دوری از قرآن بر آنها تسلط پیدا میکنی و آنها را در گمراهی و گناه باز هم بیشتر غرق می‌سازی. اما بندگان راستینی که راه هدایت را انتخاب کنند هرگز به آنها غلبه کرده نمی‌توانی و اگر رفت آنها را به گناه کشانی با راه توبه دوباره به سوی پروردگارشان برگشته توبه و انابت می‌کنند که باز سعی و تلاش تو بیهوده می‌گردد و حسرتت بیشتر می‌شود. نقل این تصمیم زشت ابلیس و این نیت دشمنانه او در سوره اعراف نیز آمده است دوستان گرامی. او قصد بدش را آشکار کرده گفت لاقعدن لهم صراطک المستقیم. ابلیس گفت من به مقصدی از راه بیرون ساختن بندگانت در سر راه تو کمین گرفته می نشینم. باز علاوه کرده به صورت آشکارتر گفت ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین. یعنی گفت من سپس از پیش روی آنها، از پشت سرشان، از طرف چپشان، از طرف راستشان به آنها میتازم و خداوندا تو اکثری آنها را شکرگزار نخواهی یافت. بعضی مفسران پیشین گفتن مقصد از پیش روی آنها می آیم گفتن شیطان این است که آنها را به دنیا مشغول می سازم. در نظر بندگان دنیا را بزرگ و جالب نشان می دهم و مقصدش از پشت سرشان می آیم گفتنش یعنی آخرت را از یادشان می برم و در ایمانشان به شک و شبهه گرفتارشان میکنم. اما به طور عموم یعنی منظور ابلیس این که از هر نوع مکر و از هر نوع فریب استفاده میبرد و همه دامهایی که دارد در راه بنده میافکند تا بنده را از رفتن در راه هدایت افتاند و تا بنده را از رسیدن به رضای پروردگارش باز دارد. اینجا دقت نماییم دوستان گرامی که ابلیس ملعون 4 طرف یعنی پیش و پشت و چپ و راست را ذکر کرد ولی از بالای سرشان می آیم نگفت. بنابراین از عبدالله ابن عباس بزرگ مفسر یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم و اینچنین از
قتاده و اکرمه مفسران تابعی روایت است که گفتن یأتیک یا ابن آدم من کل جهه غیر انه لا يستطيع ان يحول بينك وبين رحمة الله انما تأتيك الرحمة من فوقك. ای فرزند آدمی، ابلیس تهدید کرده گفته است از پیش و پشت و چپ و راست بر تو هجوم کرده می آید، ولی از بالای سرت می آید نگفته است، زیرا او میان تو و میان رحمت خداوند مانع شده نمی تواند، زیرا رحمت خداوند از بالای سرت به تو می رسد، البته اگر بنده رحمت خدا را بخواهد و آن را بطلبد. چون ابلیس ملعون مقصد بدش را اعلان کرد، خداوند به او گفت قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. یعنی ای ابلیس، برایت مهلت دادم، برو به آن راهی که انتخاب کرده ای برو، پس هر کی از آنها یعنی از آدمان تو را پیروی کنند همانا مجازات شما دوزخ خواهد بود، مجازاتی که بسنده است. این بود پهلوی از گفتگوی پروردگار یکتا با ابلیس. حالا بیایید به نزد پدرمان برگردیم تا ببینیم که ادامه آن صحنه قبلی چی شد. آدم علیه السلام آفریده شد، صاحب جان و حرکت گشت و میان آن همه نوش و نعمتهای جنت قرار گرفت و تمتع می برد، ولی تنها بود. او با آن همه نعمت و جمال و جلای جنت احساس تنهایی کرد و انس نگرفت. سپس الله متعال از تن آدم علیه السلام همسرش یعنی مادرمان حوا را حذف کرد. و تعالی در سوره نساء از این چیز خبر داده فرموده است یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها. ای مردم، تقوای او تعالی را پیشه نمایید، آن ذات یگانه که شما را از یک تن آفرید و همسرش را نیز از او حذف کرد. آنگونه که مفسران از جمله امام ابن عطیه اندلسی گفته است خداوند آدم علیه السلام را در بهشت تنها آفرید و چون آدم علیه السلام با آن همه نعمت و راحت جنت انس نگرفت، در حالی که خواب بود او تعالی از تن او دقیق ترش از قبرغه چپ او همسرش حوا را خلق کرد و به هستی آورد. و چون ابلیس از امر الله متعال سرکشی کرده بود و به سرکشی اکتفا نکرده، باز اعلان نموده بود که جنس آدمی را به دام می افتاند و زیان می رساند، او تعالی با آدم علیه السلام دشمنش را معرفی کرده فرمود فقلنا یا آدم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا یخرجنکما من الجنة فتشقى. یعنی سپس گفتیم ای آدم، همانا این ابلیس برای تو و برای همسرت دشمن است، پس هرگز شما را از بهشت بیرون نسازد که در رنج خواهی افتاد.